یکی از سوالات پرتکراری که از من میپرسین اینه که چجوری میتونیم این بیزنس آنلاین رو بررسی بکنیم. برای اینکه بتونید این بیزنس آنلاین رو بررسی بکنید، شما 2 مرحله اصلی دارید. توی مرحله اول اسم و ایمیلتون رو توی وبسایت من رجیستر میکنید و یا اسم و ایمیلتون رو برای من ارسال میکنید تا توی وبسایتم ثبت کنم. بعد از اینکه اسم و ایمیلتون ثبت شد، از طرف سیستم براتون یک وبینار 90 دقیقه‌ای به زبان انگلیسی ارسال میشه. اگه با وبینار به زبان انگلیسی مشکل داشته باشید، میتونید به من پیام بدید. وبینار فارسی کوتاهی که آماده کردیم رو میتونم براتون ارسال کنم تا بتونید به زبان فارسی وبینار رو تماشا بکنید. بعد از اینکه وبینار رو تماشا کردید، هر سوالی داشته باشید میتونید بپرسید و یا اگه بخواید که اطلاعات تکمیلی دریافت بکنید، پیشنهاد میکنیم که وارد دوره آزمایشی 30 روزه ما بشید. دوره آزمایشی 30 روزه از طرف خود کمپانی طوری طراحی شده که همه سوالاتی که برای شروع این بیزنس لازم دارید دریافت کنید، اونجا به صورت کامل، جامع و به صورت ویدیو بیس با 4 تا نمودار برای شما کامل توضیح داده شده. میتونید که وارد دوره آزمایشی بشید، همه موارد رو بررسی بکنید و با آگاهی در مورد این بیزنس آنلاین تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید. برای ورود به دوره آزمایشی 30 روزه کافیه به من پیام بدید تا لینک دوره آزمایشی رو براتون بفرستم. برای اینکه بتونید وارد دوره آزمایشی 30 روزه ما بشید، $149 آمریکا پرداخت میکنید. این مبلغ یک مبلغی که به عنوان امانت نزد شرکت باقی میمونه و شما 30 روز فرصت دارید که این بیزنس مدل بی‌نظیر رو بررسی بکنید. بعد از بررسی اطلاعات تکمیلی توی دوره آزمایش 30 روزه، اگه تصمیمتون بر این شد که این بیزنس آنلاین رو شروع بکنید، من به عنوان منتور در کنارتون خواهم بود و کمکتون میکنم که بیزنس آنلاین خودتون رو ستاپ بکنید. ولی بنا به هر دلیلی اگه نخواستید که وارد این بیزنس هم بشید، این مبلغ ظرف 72 ساعت به حسابتون برمیگرده. یعنی برای شما هیچ ریسکی نداره، ولی شما میتونید بیزنس مدل و نحوه کمیسیون دهی شرکت رو بررسی بکنید. وقتی میگیم دوره آزمایشی 30 روزه، خیلیاتون فکر میکنید که قراره که 30 روز برای این بیزنس وقت بذارید برای بررسیش. ولی اینجوری نیست. شما فقط کافیه که 2 تا 3 ساعت وقت بذارید، ویدیوها رو ببینید، برای خودتون نوت برداری بکنید و بعد از اینکه ویدیوها رو تموم کردید، یه دونه کوچینگ کال 1 ساعته با برنامه زوم قراره که براتون برگزار بکنیم تا همه سوالاتتون رو در مورد این بیزنس آنلاین بپرسید. توی همون کوچینگ کال 1 ساعته شما میتونید که همه سوالاتتون رو در مورد این بیزنس آنلاین بپرسید. همچنین ما براتون پکیج های سرمایه گذاری برای شروع این بیزنس رو هم براتون کامل توضیح میدیم. پکیج های سرمایه گذاری متفاوته و به نسبت پکیجی که انتخاب میکنید نحوه کمیسیون دهی شرکت هم متفاوت خواهد بود. ولی خب پکیج ها به گونه‌ای طراحی شدن که هر کس با هر بودجه‌ای میتونه که این بیزنس آنلاین بی‌نظیر رو شروع بکنه. چه دانشجو باشید، چه خانه‌دار باشید، چه در کنار شغل اصلیتون بخواید این بیزنس آنلاین رو شروع بکنید، میتونید که از پس هزینه‌ها بر بیایید. از طرفی هم خود کمپانی اومده با بسیاری از شرکت‌ها طرف قرارداد شده و برای شما شرایط وام و فایننس رو هم فراهم کرده. همه این موارد رو برای شما توی کوچینگ کال 1 ساعته شخصی سازی می‌کنیم و بعد از اینکه اطلاعات تکمیلی رو گرفتید، میتونید که تصمیم نهاییتون رو با آگاهی در مورد این بیزنس آنلاین بگیرید. به نظر من داشتن اطلاعات و آگاهی در مورد هر چیزی حق مسلم شماست و قبل از اینکه این بیزنس آنلاین رو شروع کنید، حتما باید اینا رو بررسی بکنید تا بتونید که با آگاهی در مورد این بیزنس تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید. من خیلی خوشحال میشم که بتونم اطلاع رسانی بکنم برای همه فارسی زبانهایی که مهاجرت کردین و در کشوری که دارید زندگی میکنید مجوز کار دارید، بتونم این اطلاعات رو در اختیارتون بذارم و کمکتون بکنم که بتونید بیزنس آنلاین خودتون رو در کنار شغل اصلیتون مثل من و یا به عنوان شغل اصلیتون شروع بکنید. لازم به توضیحه که این بیزنس یک بیزنس کاملا قانونی و آنلاین و بین‌المللی هست و شما از هر جای دنیا میتونید که استارت بزنید. فقط متاسفانه به خاطر تحریم ها از ایران و افغانستان امکان انجام دادنش نیست. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و اگه تمایل داشته باشید به من پیام بدید، میتونم راهنماییتون کنم.